سلام، شب بخیر، خسته نباشین. با مجموعه طنز 80 در خدمتتونیم. نمیدونم چندمین برنامه است که داره پخش میشه. در خدمت دو تن از مهمانان عزیز هستیم که در کار طنز سابقه طولانی دارند. جناب آقای محمد صالحیان به عنوان تهیه کننده و جناب آقای محمد نصر به عنوان یکی از بازیگرانی که چهره ایشون برای شما آشناست. بیشتر با مجموعه سلام تهران که از شبکه 5 پخش میشه. بفرمایید سلام علیک مأمور رو بفرمایید تا بپردازیم به ادامه موضوعات، هر کدوم بزرگترین. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همراهان صمیمی شبکه تهران و تشکرم میکنیم از شما که ما رو دعوت کردید، فرصتی به ما دادید که صحبتامون رو. آقای صالحیان کم عصبانی ان امشب بی خودی، نمیدونم چرا. عرض کنم که بفرمایید، چون یک معرفی مختصری لازمه، بفرمایید که از کی اصلا وارد این حرفه شدین و اولین کار طنز رو کی تهیه کردین و جز تهیه کنندگی چه کار دیگه انجام دادین؟ 14 فروردین سال 1363 وارد سازمان شدم و 21 فروردین اولین برنامه‌مو ساختم به عنوان مستندساز و به عنوان کارگردان وارد سازمان شدم و از همین ابتدا کار تهیه کنندگی کردم تا به امروز. اولین کار طنز رو در حقیقت در یک رگه‌هاشو در برنامه شما و سیما، زمانی که من در شبکه یک تهیه می‌کردم شما و سیما رو به عنوان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان، نطفه سلام تهران از همون ابتدای تأسیس شبکه تهران که من این افتخار دارم به عنوان کوچکترین عضو این شبکه از ابتدای تأسیس بودم، فعالیت داشتم در شرکت در سمت‌های مختلف و بعد همینجوری به ترتیب یه سری کار کردیم. سریالی بود به نام سایه در تاریکی، سریالی بود به نام شکوه لبخند که برنامه حرف تو حرف رو با آقای غفوریان و امیر فضلی کار کردیم. برنامه در شهری که الان روی آنتن هست که باز با آقای امیر فضلی کار کردم. قصه های فلانی بود، باز با آقای امیر فضلی بود و مسابقه ملت ها بود. حالا بعضیش الان یادم نیست، ولی سلام تهران هم که از ابتدا ادامه داشت. کاری بود به نام مطبوعات طنز در یک نگاه که بازی کار با بچهای سلام تهران بود و بعد از وقفه‌ای که در این کار به وجود اومده بود، بعد از 2-3 سال مدیریت محترم شبکه تهران مثلا خواستن که بچه‌ها دور هم جمع بشن و یه تجدید خاطره بشه با یه شکل و شمایلی که مثلا داشته باشه. آقای صالحیان خوب پول میدن؟ بله. ببخش، چون نمیتونن جلو خودشون جواب بدن و مکس کردن، معلومه که این قصه سر دراز دارد. شما یک نه اختیار دارین، حالا من کار دارم باتون. خب من از آقای صالحیان میپرسم اول این سوال رو که چرا به سمت کار طنز اصلا گرایش پیدا کردید و چی شد که ادامه دادید؟ علاقه شخصیتون باعث شد که کار طنز رو ادامه بدید یا نه دیگه به قول معروف به لحاظ شغلی افتادین تو این خط و ادامهش دادید؟ من فراموش کردم بگم، شما فرمودین در سابقه کاری، من چون به اصطلاح منتقد هستم و عضو انجمن منتقدین خانه سینما هستم، نزدیک 20 سال هست در مطبوعات کشور قلم میزنم. در 16-17 نشریه برخیش هم دبیر سرویس بودم. خود شما هم آگاه هستید تو این تلویزیون ما وقتی مهری روی پیشونی کسی کوبیده میشه معمولا مجبور هست که اونو ادامه بده و خود منم اگه گرایش نداشتم حتما این کارو نمی‌کردم، ولی دیدم که خب آدم میتونه بعضی از حرفا رو لابلای
به اصطلاح همین طنزی که حالا طنز یا هجو یا هر چی که اسمش هست، من حالا بله. نمیخوام بگم ما حتما طنز کار، ما شاید فکاهه کار کنیم، من نمیدونم، طنز یه تعریفی داره. اون گزندگی اگر داشته، من خوشحالم که به هر صورت حرفی رو تونستیم بزنیم. این است که همینجوری ادامه دادیم و اگرم حالا یه زمان خیلی بخوام جدی کار کنیم شاید حالا در باور خیلی‌ها نگنجه. بنابراین اگرم بخوام یه سریال کار کنیم، باز هم من خودم چون طنز رو دوست دارم و فکر میکنم که میشه بعضی از صحبت‌ها رو مطرح کرد. این است که اگر عمری به دنیا باشه و خب بتونیم، فکر کنم بعد انشالله. نباشه ادامهش بدیم. انشالله. شما خودتونم شخصیت شوخی دارین یا نه؟ بله، من خیلی شوخی میکنم، بچه‌ها میدونن سر صحنه. بعضی از موارد هست که توی کار شما خودتونم آگاه هستید اجتناب ناپذیره، ولی خب چون تهیه کنندگی ترکیبی از قهر و غضب و نمیدونم لطافت و همه اینا هست، یه مدیریت خاص میخواد اینا، بعضی وقتا خودم به شرایط کاری مجبور هست. ولی دوستانی که با من کار میکنن معمولا دیدن که من خیلی ترشو و بد اخلاق نیستم و خلاصه راه میام با دوستان. این خصوصیت من. یک موضوعی امشب اینجا مطرح است، شیشه و برج میگن. عرض کنم که ما در اون برجی که فیلم برداری میکردیم که خدمتون عارض بودم که تمام عوامل پشت صحنه در طبقه 14 بود. اولا تهران زیر پام بود، هرگز تهران ندیدیم و عوامل هم یه جوری شیشه ها رو درست کرده بودن که بیافتن توش دیده بشن، خانواده هاشون ببینن و ذوقشون رو بکنن. اینجا عرض کنم که عوض کردیم لوکیشنمون رو، میگن لوکیشن نگید. این خراب شده ای که توش برنامه ضبط کردیم و عوض کردیم و رسیدیم به این نقطه، اومدیم یه جا دیگه. اینجا هم تهران، امشب 2 تا دوربین داریم، هیچکی هیچی نمیتونه بگیره. تهران هم از اینجا معلومه ولی ما میبینیم، شما نمیتونید ببینید. باز یه کار بیهوده عبثی بود، ولی شیشه ها رو باز جوری بچه‌ها طراحی کردن که همچنان خودشون توش بیافتن. اینه که اینم مسئله این مکانه که توش فیلم برداریم. فرمودین که تعریف خاصی از طنز وجود داره. خب دیدید حتما تمام کسانی که در این برنامه مهمان بودن یک تعریف مختصر و کوتاهی از طنز دادن. خواهش میکنم که شما هم این لطف بکنید و اون تعبیری که شما از طنز دارید رو بفرمایید. ببینید آقای مدیری، در سمینارهای مختلف، سمینارهایی که حتی خود سازمان برگزار میکنه، خیلی در مطبوعات همه خیلی، من اصلا هر وقت که سوال میشه در مصاحبه ترجیح میدم اصلا جواب ندم. همین در کوتاه طنزی که گزندگی داشته باشه و البته شرط هم شما در نظر بگیرید الان بعضی از در ساختن آیتم یا در ساختن به هر صورت کار طنز بعضی از قوانین نانوشته وجود داره، به اعمال سلیقه شخصی هست، بعضی وقتا همه چارچوبا رعایت میشه. چون میدونید سیاست‌های تلویزیون بر اساس روز به اصطلاح طراحی میشه و اجتناب ناپذیر تو همه جا هم اینجوری هست. بنابراین اگر ما بتونیم یک کاری رو ارائه بدیم که حتی در یک صدم درصد، نمیدونم 1%، حالا چجوری نمیدونم، بیننده دستش بره طرف تلفن و زنگ بزنه، اظهار تشکر کنه یا رضایت کنه یا حتی بد و بیرا بگه، هرچی، یک نیشی، یک قلقلکی داده باشه، به نظر من طنز. حالا شما خودتون تو چارچوب بگید. خیلی میگم تو سمینارها هم میگن طنز اینجوری باشه و تعاریف زیادی داره، فکاهه داره فلان، اینا رو اجازه بدید که ما نگیم. برخواهش میکنم. من اوائل برنامه از آقای نصر پرسیدم که آقای صالحیان به عنوان تهیه کننده خوب پول میدن یا نه. این شوخی بود و یک بابی رو باز میکنه تا من یه سوال بپرسم که چون مردم ما میبینن که توی تیتراژ نوشته، تیتراژ نه، از این عنوان بندی که تهیه کننده مثلا این اسم، بعد خیلی آشنا نیستن که کار تهیه کننده چی هست. مردم عام از آقای صالحیان بپرسم و خیلی ها هم، حالا اگه گوشتم ایشون بگه خودم بگم، و خیلی ها معتقدن که تهیه کننده کارشونه که یک ارتباط مالی فقط با سازمان، یعنی یک رابط مالی است بین سازمان و گروه که پول رو دریافت کنن و بین گروه تقسیم کنن. تعریف
آقای صالحیان به عنوان یک تهیه کننده که چند سال تو این حرفه دارن کار میکنن رو ببینیم چیه منتها تا اونجایی که میشه کوتاه، چون خیلی از سوالات ما هنوز مونده. بله چشم. منم حالا چون شما الان اولین تجربتون است به عنوان کار تهیه، میتونم از عوامل بپرسم شما خوب پول میدید. این واقعا هست آقای مدیری. من عرضم به حضورتون که تهیه کننده در یک کلام، حالا من سعی می‌کنم خیلی جمع جور صحبت کنم، تهیه کننده نماینده و امین سازمان هست که یک پروژه رو از زمانی که این فکر رو در حقیقت تو ذهن میپرورونه تا زمانی که این فکر از آنتن قابل رؤیت میشه مسئولیتش به عهده ایشون هست. تمام چالش ها، پستی و بلندی ها به عهده ایشون هست. طی سالهای اخیر متاسفانه این بینش در مردم عزیز ما و در خود دستاندرکاران وجود داره که تهیه کننده کسی است که با بانک مرکزی در ارتباط هست و هیچ مشکل مالی هم نداره و اگر فرض بفرمایید یک بودجه رو بهش میدن، این بودجه تمام و کمال مال ایشون هست و یه بخشیش و یه درصدیش رو در حقیقت هزینه میکنه، به عوامل میده. من برای بینندگان عزیز همونجوری که آقای مدیری گفتن عرض کنم که ما جلسه برآورد داریم، برآورد مالی داریم، دوستانی که اونجا هستن همه هم متخصصین هستن، مو از ماست میکشن روی دقایقش، روی عوامل، تمام لیست اینا هست و در حقیقت تهیه کننده تحویلدار بانک در اون دیدگاه. در دیدگاه بعدی این است که شما مسئولیت برنامه با شماست. مثل یک مثل حالا نگیم کاپیتان، مثل یک چجوری بگم، مثل یک ناخدای کشتی میمونه که حالا یا با کاپیتان مربی اگر خوب ارنج نکنه تیمو تو زمین، تیم شکست میخوره. بحثی که اینجا هست تهیه کننده مؤلف و تهیه کننده پیمانکار هست. من جای دیگه عرض کردم تهیه کننده مؤلف کسی هست که از ابتدا تا انتها بالا سر برنامه، حتی در مونتاژ، در نوشته ها. این به معنای دخالت در کار کارگردانی نیست، یعنی همفکری دقیقاً میکنه. میدونی یه تاثیر بردار کارش چیه؟ به نظر من تهیه کننده باید نور و رنگ و سایه و نمیدونم حرکت دوربین و حتی دکور و همه اینا رو باید بدونه که یک سرش کلا نره، تیمی که میچینه تیم درستی باشه و بعد بتونه. ما داریم تهیه کننده هایی داریم که کار نویسندگی هم میکنن، شما میشناسید، در کار طنز هم هستن و بسیار موفقن. بنابراین میدونن که باید چیکار کنن. بنابراین تهیه کننده مؤلف این هست که خب از ابتدا تا انتها هست و مسئولیت برنامه با خود ایشون هست و مثل پدر خانواده میمونه، واقعا در همه ابعادم دخیل هست. تهیه کننده پیمانکار کسی است که در سال حتی ما داشتیم و داریم 4 تا 5 پروژه رو میگیرن، یه مباشر میذارن بالا سر کار، فقط در جلسه برآورد مالی شرکت میکنن. کاری هم ندارن با اصلا بالا سر کار باشن نباشن، با چه کیفیتی بره رو آنتن، نره پاسخگو باشن و نباشن، بعدم میان و یه پولی تخص میشه بین بچه. میشه تهیه کننده پیمانکار که از بیشتر بیرون میاد و به خاطر تعدد شبکه‌ها اجتناب ناپذیره، ولی واقعا تهیه کننده که دل بسوزونه برای سازمان، برای شؤونات سازمان، برای حیثیت سازمان، برنامه‌ای که میده رو آنتن، وقتی برای امضای خودش ارزش قائل باشه، باید عواملی رو بچینه که همه عوامل واقعا بدونن. الان شاید من یه کارگردان مثلا بیارم که خب خیلی معروف باشه ولی طنز و نشناسه، خب من کله میشم، یعنی من باید جوابگو باشم. بنابراین این بینشی که وجود داره در بین حالا تماشاگران عزیز ما یا حتی بین دستاندرکاران که آقا تهیه کننده فقط تهیه کنندم، یک منم کارمند سازمان هستم، مهمترین عنوان در رده تولید آقای مدیر تهیه کنندگی. تشریف نداشتین، شما داشتین نمایش میدین، کلکوپر همو کندن. یعنی یک چیزی آقای صالحیان میخواستن، آقای نصر نه اصلا حرفشو نزن، اصلا عمرن. اینه که حالا من نمیگم چه اتفاقاتی اینجا افتاد، ولی به هر حال من بگید بیشتر آبرون راجع به تیپ خیلی کوتاه، چون اصلا تموم شده، ما وقت کم آوردیم. راجع به تیپ یک تیپ کاشی دارن در سلام تهران که خیلی بامزه است. خیلی کوتاه میتونید راجع بهش توضیح بدید؟ بله، عرض کنم که حالا خود کاشونی ها به من میگن که ما کی اینجوری صحبت میکنیم. میگم که این لهجه ما 40 سال پیش، 50 سال پیش کاشونه. میگم آقا اصلا شما همچین سنی نداری که میدونید. میگم خب بالاخره من تحقیق و تفهم، بالاخره خانواده‌ام، مادرم، پدرم اینا خب اصالتا کاشونی هستن. این ما یکی از محله های خاص کاشونه به نام پشت مشهد، بله، که خیلی غلیظ صحبت میکنن و حتی اون سیبیل، اون کلاه، اینها میشه گفت تصویری از دایی مادر خود من بوده. بله، متعلق به این نسل. آره مثلا ایشون الان خب 30 سال فوت کردن، خدا رحمت کنه. حالا برای که دعوای ما آشکار بشه همون نگود، حالا شما بله یک، حالا اگر که وقتم نیست البته آره. یک جمله کوتاه بگین که من یه حالا راجع به کی صحبت داریم، خاطره بس بگم بفرمایید. با لهجه کاشی. من یه روزی با آقای هدایتی داشتم یه ارتباط مستقیم برقرار میکردیم.
زنگ زدم گفت بفرمایید. گفتم آقا من یه باغ-سوره دارم، هم غیر قوزه است هم کلوزه. یعنی بعد آقای هدایتی گفت با من انگلیسی صحبت نکن، من حالیم نمیشه. من گفتم بابا باغ-سوره یعنی پدرزن، غیر قوزه یعنی کج کوله، کلوز یعنی قد کوتاه. عرض کنم که من خیلی دلم میخواست که این گفتگو ادامه پیدا کنه ولی متاسفانه ما وقتمون کمه و اینم نگفتم که ببینید منو تصویر منو از کجا دارن میگیرن. آقا یه چیز از اون سوراخ رو نشون بدید لطفا. از این تو، حالا دوربینه یه ذرهش بدوز، از این تو دارن منو میگیرن. عرض کنم که خیلی ممنونم که تشریف آوردین، خیلی متشکرم که تشریف آوردین. گفتن تعریف نکنیم از کسایی که میان اینجا. من خیلی دلم میخواد از آقای سالگیان و آقای نصر تعریف کنم الان، ولی گفتن دیگه حق نداری از مهمانی که میاد اینجا تعریف کنیم. چشم، تعریف نمیکنیم، فقط تشکر میکنیم از اینکه تشریف آوردن. امیدوارم سالهای سال به همین شکل موفق، سربلند و اون چه که دوست دارید بشه خیلی متشکرم. در سال جدید خصوصا و به اون شکلی که تمایل دارید در کار نمایشی این امکان برای شما وجود بیاد تا اون چه که ذهنیت و تمایل شخصی شماست اتفاق بیفته انشاءالله. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه برنامه ما رو دیدید. تشکر میکنم که با دو مهمان عزیز دیگه در خدمتتون باشیم. اینو شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خداحافظ.